دخلت امرأة النار فی هره. یک زن به خاطر یک بچه گربه وارد آتش جهنم شد. کسی هست که این حدیث رو نشنیده باشه؟ من مطمئنم که بیشتر مردم شنیدنش، حالا اگر همه نشنیده باشند. رسول الله علیه السلام میفرمایند یه زن وارد آتش جهنم شد به خاطر یک بچه گربه. نگهش داشت، بهش غذا نداد و اجازه هم نداد که خودش چیزی پیدا کنه و بخوره. بعضی شاید بگن ها چی شده؟ الان میخوای راجع به حقوق حیوانات صحبت کنی؟ واقعا کاش وقت کافی بود که راجع به بدرفتاری با حیوانات، به خصوص حیوانات تو شهر، تو کشورمون صحبت میکردیم. ولی البته که اولویت اینه که در مورد حقوق انسانها قبل از حقوق حیوانات صحبت کنیم. ولی بگذاریم، موضوع ما این نیست. پس موضوعت چیه؟ موضوع من اینه که بیشتر مردم وقتی این حدیث رو میشنون به جز موضوع خوشرفتاری با حیوانات چیز دیگه‌ای به ذهنشون نمیرسه. میره جلوی مردم به خصوص غیر مسلمون ها با افتخار میگه که ببینید اسلام چه دین دقیقیه، چه دین عظیمیه، حتی به یک بچه گربه هم توجه کرده. شما چی ازش یاد میگیرید؟ یک زن به خاطر یک گربه وارد جهنم شد. میخوام چیزی رو بگم که حداقل من از این حدیث سرورم، رهبرم، الگوم علیه السلام متوجه شدم. اینکه ماها گاهی غرور برمون میداره و کلی به خودمون مینازیم به خاطر کارهای خوبی که انجام میدیم و تو چشممون خیلی بزرگ میاد، در حالی که کلی گناه خطرناک میکنیم که اصلاً بهش فکر نکردیم، اصلا یادمون رفته، واسمون مهم نیست. فکر میکنیم انقدر کوچیکن که اصلا ارزششو نداره که راجع بهشون صحبت کنیم. بعدش هم میگی که چیه مگه؟ مشکلی نداره. حالا انگار کسی رو کشتم، ولمون کن بابا. خیلی از کارا هست که شاید من و شما کوچیک بشماریمش، ولی پیش پروردگار اینطوری نیست و در حقیقت خیلی 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 بزرگه، خیلی بزرگتر از اون چیزی که بخوایم فکرشو بکنیم. خیلی بزرگه و اگه دو تا 4 تا نکنیم ممکنه به خاطرش بلاهایی سرمون بیاد که حتی تصورش رو هم نمیتونیم بکنیم. یه مثال میزنم. جوانایی که تو زبونشون افتاده که هر وقت ناراحت میشن بد و بیراه میگن به خدا، به پیغمبر، به دین. اگه ناراحت بوده به خدا بد و بیراه میگه، والعیاذ بالله. در صورتی که عمرن جرأت کنه جلو رئیسش بگه بالای چشت ابروه، حتی اگه رئیسش سرش داد و بیداد کنه، بهش زور بگه، بهش ظلم کنه. میگن نه، گاهی آدم از عصبانیت کنترل خودش رو از دست میده و ممکنه حرفهایی بزنه که از نظر شرعی مشکلی نداره. آره خب اگه عصبانی بود جرأت داشت به یه آدم کله گنده مثل رئیسش جلوی خودش بد و بیراه بگه؟ آره. ببینیم سرورمون علیه السلام چی میفرمایند. بنده، دقت کن، بنده حرفی میزنه که اصلاً عین خیالش نیست و بهش توجه نمیکنه، حرفی که باعث خشم خدا میشه و همون باعث میشه به جهنم بیفته. یه مثال دیگه میخواید؟ اون جماعتی که میشینن مثلا با هم یه لیوان قهوه بخورن و شروع میکنن به صحبت کردن که فلان دختره رو میبینی؟ خرابه، با 1000 نفر پرید، من در جریانم، من میدونم چه آب زیر کاهیه. مگه نمیدونی چه آرایشی میکنه؟ به خیال خودش کار خاصی نمیکنه، همش یه حرف دوره همیه. یا اون جماعتی که میشینن به جوک گفتن در مورد هر چی،
در مورد خدا، در مورد بهشت، در مورد جهنم، در مورد یه قوم خاص، مسخره کردن یه گروهی، در مورد رسول الله، در مورد پیامبران خدا. این دقیقاً میتونه همون کلماتی باشه که وقتی میگی عین خیالت نیست و میتونه خدایی نکرده اون شخص رو پرت کنه تو جهنم. به خدا خطرناک نکن، به خاطر زحماتی که خودت برای بهشت میکشی نکن. هنوز راجع به اون خانومایی صحبت نکردیم که سر دوستاشون رو پر میکنند از حرفهای ضد همسرشون. چرا انقدر لوسش میکنی؟ برو زندگی تو بکن. مگه تو چیت از بقیه کمتره که واسط این چیزا رو نمیخره؟ این همه عمر تو پاش نریز، یکم هم فکر خودت باش. قرار نیست که همیشه به حرفاش گوش بدی. حواسمون هست که چه مصیبت هایی داریم به بار میاریم با این کارمون و اصلا هم واسمون مهم نیست. فکر میکنیم کارمون نمیدونم اصلا اهمیتی نداره. ولی دقت کردید که اون خانومی که تو اون حدیث بود احتمال خیلی زیاد مثل ما فکر میکرده، اما رسول الله راجع بهش چی میگه؟ دخلت امرأة النار فی هره. زنی وارد آتیش جهنم شد به خاطر گربه. اگه اون زنه میدونست این گربه باعث رفتنش به جهنم میشه، آیا این کار رو میکرد با اون گربه؟ مراقب کارمون باشیم. پس یه دو تا 4 تا کن که به خاطر چیزهای کوچیکی که برامون اونقدر اهمیتی نداره دلش کن. خدا بهش نصیب میکنه.